حیات و فعالیت رابرت بویل، عالمی که کیمیا را از ظلمت الخیمیا به روشنایی علم برد. در یک قصر زیبای ایرلندیا سال 1627 پسر تولد شد که بعداً جهان او را با نام رابرت بویل میشناخت. او فرزند گرافی بایو قدرتمند ریچارد بویل بود، ولی ثروت او را مغرور نکرد. از کودکی به کتاب و دانستن میل داشت. در سن 8 سالگی به انگلیا فرستاده شد. در مکتب‌های سطحی بلند تحصیل گرفت. سپس با خواهش خود به اروپا سفر کرد و در ایتالیا با کارهای گالیلئو گالیلی آشنا شد. علم، خصوصاً فیزیکا و کیمیا، زندگی او شد. در زمان او کیمیا پر از خیال و سر و رمز بود. مردم فکر می‌کردند که می‌توانند طلا سازند یا الیکسیر جاویدی یابند. بویل این نظرها را رد کرد. او چنین گفت: کیمیا باید علم باشد، نه سحر و جادو. وی تجربه کرد، اندیشه نوشت و اولین شده پیشنهاد کرد که کیمیا باید اساس تجربوی و حسابی داشته باشد. یکی از مشهورترین کارهایش قانون بویل است. وی با نساج هوایی تجربه ها گذراند و فهمید که هنگام کاهش دادن حجم گاز فشارش زیاد می شود و برعکس. این قانون که امروز با نام قانون بویل ماریات مشهور است، پایه ترمودینامیکای گازها گردید. در سال 1661 بویل کتاب مشهور خود را با نام کیمیۆدونی شبهه‌ناک نوشت. در آن مفهوم عنصر حقوقی حقیقی خیمیا را توصیف کرد. گفته‌های اریستوتل و الخیمیا را رد کرد. پیشنهاد کرد که کیمیا باید از تصور به تجربه گذرد. این کتاب آغاز کیمیای معاصر شماریده می شود. بویل نه تنها دانشمند بلکه انسان دیندار و با اعتقاد بود. وی باور داشت که علم در دین می توانند یکدیگر را پوره کنند. او یک عمر کوشید تا با علم طبیعت را فهمد و با وجدان به انسان خدمت کند. همچنین او نخستین عالمی است که توصیه داد که دانشمندان تجربه های خود را قدم به قدم ثبت کنند تا دیگران توانند آنها را تکرار کنند. اساس اصول علمی امروز. در سن پیری بویل با وجود بیماری های زیاد نوشتن را بس نکرد. وی در شورای جمعیت شاهی علم فعال بود و برای رشد علم در انگلیا سهمی کلان گذاشت. سال 1691 در سن
64 سالگی در لندن از دنیا گذشت. او نه طلا ساخت نه الکسیر جاویدی یافت، ولی علم را ابداً زنده کرد. بنیادگذار کیمیای معاصر، مؤلف قانون گازها، مؤلف کتاب کیمیادانی شبهناک، بنیادگذار اصول تجربوی در کیمیا، رابرت بایل می باشد. امروز نام رابرت بایل رمزی گذر از اساطیر به علم است. مردی که راه علم را روشن ساخت، رابرت بایل به حساب می رود.